سلام، خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب من. امیدوارم که از این بازی که قراره بازی کنیم لذت ببریم و اینکه اگر دیدید ویدیو لگی چیزی داره دیگه خودتون به بزرگی خودتون ببخشید. من حالا هر کاری میکنم با خود برنامه گیم لاچر و خود چی میگم توش ضبط میکنم، صدا پلیرها ضبط نمیشه، صدا خودم ضبط میشه. با این ایکس ریکوردر رو ضبط میکنم، صدای من ضبط نمیشه، صدا پلیرها ضبط میشه. اما دیگه گفتم بذار حداقل صدای من ضبط نشه، صدای من به سرعت ضبط شه. یه راهی هم پیدا کردم، حالا فعلا نرفتم تو بازی یه دست بازی کنم. یه راهی هم پیدا کردم که فعلا بتونم برم بازی کنم. این اول میزنم روی این پرتم میکنه بیرون، بعد دوباره برم تو بازی. دیگه الان فعلا این صدایی که میشنوید با یه گوشی دیگه ضبط شده دیگه. ناهماهنگی صدا و صدا یهو زیاد بشه و کم بشه و این چیزا، خودتون ببخشید. من بعضی جا صدای بیرون اینا میاد برش میدم که تو ویدیو کادرش زیاد به هم ریخته نباشه. سلام دوستان، شماره 6 بازیتونم. خوشحالم سر این میز دارم با هم بازی می‌کنم. تارگت کاملا حسی و دلی میزنم به شماره 5، به شماره 7 و شماره 1. حالا بازی به چرخه، دوباره چالش میگیرم صحبت میکنم. نفر بعد. سلام و عرض ادب از 1 تا 10 بازی. شیشه عزیز، سردست بازی 6 ماه خودت حبس داری. اگه من چالش نمیگرفتم کجا میخواستی برسی؟ خب خیلی قربون استیکر. یه چیز خوشحالم که فکر کنم بچه دیگه نباشه، خواب باشه. شیشه عزیز رو میزنم 3 بزرگوار و ناهی عزیز. بچرخ. نفر بعد. سلام دوستان عزیز، امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. پر از فحش. شماره 6 بازی گوشات نگهدار. موقع فحش میگم بد دهنم. دوستان تارگت سفت و سخت میزنم. 5-4 بازی و 9 بازی از اسمش خوشم نیومد، اونم تارگت میزنم ببینم چی میشه. شماره 5 بازی دوست من، چالشت واسه من دوست. متشکرم. نفر بعد. سلام دوستان، صبحتون بخیر. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. 5 بازی شما رو میزنم سفت و سخت. 6 بازی رو میزنم شما رو میزنم تو یه باکس. 6 بازی رو امروز روز اول حاضرم گردنم بگیر. یه دونم این ور میزنم به یکی از دیسلایک تو کوچه. 6 بازی چرا دردت میاد؟ تارگت دیگه روز اول نتر. بچرخه. نفر بعد. سلام دوستان، 9 بازی هم خوشحالم سر این میز نشستم دارم باهاتون بازی میکنم. قطعی شهرونده بازی، شهروندا با من تعامل کنن، رو کار شهروندی من کمک کنن. شیشه بازی 3 تا تارگت پراکنده زدی، 5 7 یه دونه اتونجو سری پرید. یک بازی شیشه بازی رو دارم، 5 بازی هم دارم که با شیشه رو با تارگتش میذاری توی باکس. 8 بازی تو یکی که دیگه لایک نده. خب تو بلند شدی 5 و 6 هم دیگه رو کوبیدن، 5 و 6 رو گذاشتی توی سایت، خودت هم میگی گذاشتم توی سایت. شیشه بلند شده یک رو کوبیده، تو با یک هم بلند شدی گذاشتیش توی سایت. متشکرم. نفر بعد. سلام دوستان، خسته نباشید. امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. خدا رو شکر که بچه بازی نیست. چالش میدم به شما. تارگت میزنم به شماره 5 بازی، 8 بازی و 9 بازی. به چرخ در خدمت دوستان. صحبت بقیه هم بشنوم. شاید حالا دنده عقب هم کار میکنه، شاید از شما دنده عقب بگیرم، ولی فعلا 5 8 و 9. نفر بعد. سلام دوستان. ببین
نه میخونه با حرفایی که زد مافیا باشه، ولی من 10 رو میخوام گردنش بگیرم. ببین 10 100 مافیاست. خب آره شیشه پراکنده زد، 9 5 و 7 و 1 زد، درسته؟ اگه نفر اول نبود منم تارگتش میزدم. نفر اول بوده. ببین اینجا بازی 10 رو من میخوام گردن بگیرم، فردا سایدم باش باز بشه. 9 میخونه مافیا باشه، 4 میخونه مافیا باشه، 5 شهر همتون دارین تارگتش میکنین، بعد تارگت کش شده. فعلا تا اینجای کار، فردا ممکنه نظرم عوض بشه. کس چالش نمیخواد، کس چالش. متشکرم. نفر بعد. ببین رگ گردن میزنم 5 مافیاست. سلام دوستان، صدامو دارید؟ احتمال نمیدم یکی یارش باشه، خب احتمالش من خیلی کم، شماره ولی 9 5 مافیاست. میزنم. 10 و اینطوری یک که سه تا رو اومد فلافلی موجه رو با از هم رو 5 میزنم. هم زد. دهی من که احتمال گفتن ده میدم 1 قبل و میگیرم 5 با یعنی هم من مافیا باشن، تارگتتون میکنم ولی ولی فعلا دهنتون 5 نگیره بیشتر نیاین میکنه مافیا. سمتم. شیشه ده و هم یه خیلی نقشی مشکوک زد، دارم. چپ و راستش رو زد، چالش بعد یهو کسی ریخت چالش روی میخواد میدم هست. یک بازی. پس شیشه اینجا میخونه کاراگاه نمیشه بازی. چالش خب داد دوستان، تا نفر قبلش چالش میداد. این شیشه کاراگاه باشه. نفر درسته بعد. درسته درسته. سلام دوستان، صحبتون بخیر. باز میخوام من شارژ گوشیم به مشکل خورد، حرفای شماره 10 1 2 رو نشنیدم. روز بعد صحبت میکنم. امیدوارم بازی داشته باشیم بدون اطلاق نقش، بدون بی‌تربیتی کردن به دیگران. موفق و مایل باشید. نفر بعد. خب سلام مجدد. نوع بازی شما میگی منو اونو گذاشتی تو یه باکس، بعد شما همه رو گذاشتی تو یه باکس، اونایی که من شیشه بازی رو گفتم گردن میگیرم. نوع بازی بعد تو منو باشه بازی میذاری توی نوع بازی. تو مافیا نباشی چی عزیز من؟ تو مافیا نباشی چی نوع بازی؟ تو رو حاضرم سایت ببندم بری بیرون بخونی نفر بعد. دوستان شماره 4 بازی هم خوشحالم کنارتون بازی میکنم. شماره 3 چالش میگیری دیسکانکت میشی، بعد میای میگی که شارژ گوشیم نمیخونه. برادر تو تارگت منی به خاطری که اصلا تارگتی هم نزدی. شماره 1 نوار خالی کجا بود برادر؟ هنوز نوارخون رو داری پر میکنی. چالش هم شماره 10 محکمتر حرف بزن، صدات هنوز خوابی برادر. تارگت منی و 6 سردست. متشکرم. نفر بعد. شماره 9 تو که به من برمیگردی میگی که به شما پراکنده تارگت میزنی. من 5 رو زدم، 7 رو زدم، 1 بازی رو زدم، 3 رو نزده بودم. شماره 9 خب برای من اینجا میخونی مافیا. من طبق کارتم بازی میکنم. کنار دستای من حتما یه مافیا نشست، به خاطر همین من تارگتم رو اینجوری زدم. سیو دکترم. نفر بعد. شیش عزیز کسی سیو نده، شب مافیا بزن تا یاد بگیری بچه آدم بازی کنه. اولی روز میای بدون اینکه استعلام مثبت داشته باشی سیو دکتر میخوای چیکار؟ سیو بازی. من تارگتت کردم، اینو خود فهمیدی، چرا نزدی به من؟ چرا حرفی در مورد من نداشتی؟ حالا شماره 9 ها نشنیدی، 10 ها نشنیدی، دیدی 1 و 2 5 منو مافیاست که شنید. میدونه شیشه بیچرفی در کاراگاه. مورد ما ببین نداشتی. 5 مافیاست که بچرخ. میدونه شیشه 6 رای کاراگاه. بد 5 میدم، 3 رای بد مافیاست. میدم، رو هم رای شیشه بد. هم کاراگاه بازیه. موفق باشید. اینطور که دو حرف زد من دوستان ازش صدام چیز میاد. خاصی 5 نگرفتم، عزیز نه دوستان مافیاست منو تو رو کردم نه تارگت مافیاست نه کردن، تو به شهروند. من چیزی نگفتی. 5 خب اگه اینجوری باشه منو منم تو مافیا رو داره ولی مافیا چالشش دارم. نده نوع به بازی حرف هم بزنه. زن این چقدر بازی از منطقیه. من دو تا این چقدر گفتاد توی منطقیه. ساید قرار میدی. خب اینجا تو واسه من مافیا میخونی. شماره 2 بازی هم بلند شد تأخیر کرد. نوع بازی همه نوع بازی. میریم سراغ رای گیری.
3 2 1 شب می شود. جان سخت آیا استلام وضعیت میخواد؟ استلام وضعیتم که نه دیگه. متشکرم. وضعیت میخوایم ببینیم کجا. احتمال میدم اگه شیشه کاراکا باشه شب بره استلام پنجره اینقدر باهوش باشه. خب اگه باهوش باشه چون پنجره بلند شد بود شب دکتر سیوش نده مافیا بزنیدش. پس این میدونه که این طرف کاراگاه بازی شاید مافیا باشه اصلا سیو دکتر میخواد. پنجره مافیا شیشه اگه کاراگاه باشه باید 3 2 1 روز 3 2 خب 2 تا کشته داشتیم. اول اینکه اگر حرفه‌ای درست زده دمش گرم شیشه باز چالش بهت میدم چالشت واسه من. حرفه‌ای درست زده دمش گرم اگرم اشتباه زده خاک تو سرش کنم حرفه‌ای شب یک شات میکنم. بهترین پلیرای بازی مافیا هم شب یک شات نمیکنن. یکی بازی تو دیروز بلند شدی رأی آخر زیر من کشی یعنی 1/100 ثانیه. خب اینجا تو رو به تارگت هم اضافه میکنم. 8 بازی هم 3 نفر به من رأی دادن دیگه. یک بازی رأی تأخیری آخری کشید. 8 بازی هم دارم از بین 10 و 4 از بین 4 و 5 هم یه دونه در میاد. 6 بازی چالش تو. متشکرم. نفر بعد. من نمیدونم جان سخت تو این بازی داره چه کار میکنه و چرا استعلام نگرفت جان سخت. شماره 5 به گردنگیری بنده امروز اجماع میشی. همه رأیتون شماره 5 باشه استعلامش مثبت در اومده سیو دکتر رو من باشه استعلام بعدی هم براتون بیارم. خیلی دردت گرفت شماره 5 وقتی گفتم تو مافیایی. متشکرم. نفر بعد. خب دوستان ممنون از کاراگاه بازی و لئون نمیدونم چیکار کرده. لئون اشتباه زده رفته بیرون یا اینکه یه مافیا دادیم. اگه اینجوری باشه که فوق‌العاده است. اگه اینجوری باشه که فوق‌العاده است. شماره یک عزیز شماره یک گل ببین میگم دندقم باید کار میکنه برای اینه. ببین ما اگه اینو مافیا بودی من مافیا بودم یه رنگ میکشیدم زیرش تموم. شماره نفر بعد. ببینید دوستان الان دنبال لئون میگردید دنبال جانسخ میگردید. استلام جانسخ روز اول لازم نیست شیشه بازی باید نگه داره استلاما رو. این مشخص نیست که لئون چی کار میکنه. الان هم 5 بازی رو با احترام فراوان بدرقه میکنین تا فردام جانسخت عزیز استلام بگیره ساید بازی در بیاد. بچرخه. نفر بعد. بشین تا دنده عقلت کار کنه. ببین اینجا الان 8 برام شهری داره بازی میکنه 9 داری شهری بازی میکنه 6 هم که نقشش مشخصه. امروز فعلا 5 میذاریم چون ظاهرا حرفه‌ای ادعایی نداشته. خب 5 با من میاریم بالا شهر خروجیش 5 باشه. دوست دارم رأی رو ببینم. اوکی شماره 10 میخونه اینجا مافیا 4 میخونه مافیا 5 هم میخونه مافیا. اوکی پس امروز 5 رو که مطمئنی میندازیم بیرون بعد میریم سر 10 و 4 بازی. اوکی آره داداش گلم دنده عقب برای مافیا کار میکنه. به چرخه. نفر بعد. یکی از میندازی بیرون مگه حیوانه که بندازی با احترام رأی میدی میره بیرون. آره شیشه عزیز اصطلاح مثبت منو بذار در چونت حالشه ببر. روز اول نیای بی شرف باز در بیاری اطلاق نقش کنیم. ما میگیم بچه نباشه سیو دکترم میخوام زهر نزر خاک بساری رأی بدی. متشکرم. نفر بعد. شماره 6 گفت سیو دکتر ولی دکتر همیشه شب اول دکتر همیشه شب اول خودش سیو. 2 بازی هم شو شد 2 بازی دکتر بازی 2 بازی دکتر بازی 8 یه عدد مافیا. نفر بعد.
5 هم که استلامش مثبت، 6 کاراگاه هم که اصلا کاراگاه. شما کاراگاه باید چند با تا من نقش بشی، میمونه اگه 5؟ باید با من بشی. 5 رو می‌ذاریم کنار با هر نقشی از ببین ساید ما. امروز که می‌بینیم یه 5 دونه جان اجماعه، سخت ولی منم، یه دونه هم فردا شهروند شماره ساده و 1 روانپزشک گردنت میگیرم. ببین شماره با با من بشین امشب، شهردار. حرفه‌ای که حالا دارم بهت زده، میگم با من بشین. آره چه درست زده چه نفر اشتباه بعد. زده. یه دونه حرفه‌ای هم میمونه دیگه. دوی دیگه الان کلا به نقشش اجبار شو شماره شده، دوی 5 نقشش چالش هم کف برای دکه. شماره 1 پشت دست شماره کاراگاه 5 بازی میکنی، الان دکتره، میای زیر دوی پاش خالی دکتره که میکنی میره. میدونه دکتر ندارد بازی امشب 5 خودشو یک سیو تو داده پشت دست 5 بازی میکردی، و 6 هم الان چی کاراگاه شد بیا زیر پاش بازیه. خالی میکنی. 5 اگه بذاریمش ندارد بازی. اجماع امروز خب مافیا 5 یک زب ساده، میره بیرون. دهه میخونه حالا دکتر استعلامش با هم در لکتر، بیاد یا اگه بعد نیست، 50 رو باز بزنیم پاره دکتر از شهر لکتر، نیست. دهه میخونه مافیا ساده که انقدر داشت شاکرتم هستی. پاچه خاری درست. شیشه رو میکرد. نفر بعد. استعلام من در میاد ولی استعلام تو هم باید در بیاد داداش گلم. همین وقتی همه شهر کلا 5 رو مفت داشتن، من اومدم شهرش کردم، این یعنی چیز یارم اومدم چیز کردم، سفید کردم، ندادش گلم. میتونستم راحت بریزم بگم آقا منم 5 رو زدم. آره وقتی سفیدش کردن یعنی نفر بعد. یه بچه تو بازی باشه همه اجماع میکنی، بچه را فروشکش میکنی میندازید بیرون، میگه که اطلاع شیشه بازی یاد بگیر. این مشکل نداره، من الان با افتخارم میرم، ولی یاده دیسلایک تو کونت. پس گوش بده چی دارم میگم. یاد بگیر تو بازی که رفتی کاراگاه شدی تا استعلام مثبت نگرفتی لالمونی میگیری. استعلام مثبت که اومد بعد بلند میشی میگی که آره استعلام فلانی مثبت، سیو دکترم رو من میشه. اگه اینم توی خرا من روز اول شاید مینداختم بیرون، کاراگاه نداشت شاید میبرد. بچرد. نفر بعد. داداش حالا روز اول بازی همچی اطلاق نقشی نکرد، گفت سیو دکتر رو من باشه. منم میتونم بگم سیو دکتر رو من باشه، چه کارم. حالا شاید من اصلا مافیا باشم میگم سیو دکتر رو من باشه، ولی فرداش استعلام تو رو خونده میگه مافیایی دیگه. چیه میخواد بازی ببره؟ میگه نه چیکارت کنه؟ خب میگه آقا 5 گردن من بره به سلامت، خدا حافظی کن دیگه برادر دیگه. نفر بعد. شماره 5 اتفاقا من خیلی قشنگ بلدم بازی کنم، تو بلد نیستی بازی کنی. همه شهروندا سیو دکتر رو میتونن داشته باشن. خب تو آدم بیشرفی هستی که من وقتی صبح بهت گفتم که طبق کارتم بازی میکنم، این بر اونور کارتم یه مافیا نشسته، تو بهت برخورد. خیلی بی‌تربیتی. شماره 5 وقتی با یه خانم داری صحبت میکنی باید ادب رو یاد بگیری. اینو اول تو یاد بگیر. خب چون داری با یه خانم صحبت میکنی. بی‌شرف بودن رو تو میشینه شماره 5 و 7 جد و آباده. متشکرم. نفر بعد. آقا اول اینکه ادب رعایت کنین، یه بازی دیگه، بعدش هم 5 بازی با احترام خیلی زیاد از بازی خارج میکنیم. ده بازی که گفته استعلام منو شب بگیر، دو حالت داره: یا میدونه دکتر توی بازی نیست شب شیشه رو میخواد بزنه استعلامش مثبت در میاد، یا پدرخوانده بازیه. غیر از این دو حالت وجود نداره. متشکرم. از بین نفر در و بعد. 4 و 8 در میاد دیگه. خب 5 بازی دوستان ادب رو رعایت کنید خواهش میکنم. من مافیاتون اصلا منو رأی بدید من برم بیرون. چه بازیه تو رو قرآن؟ بعد بچه میاد تو بازی میگیم اینجوری. بابا خانم احترام خانم بودنشو نگه دارید، زشته به قرآن. بعد دیروز سیو دکتر رو خواسته، خب پدر خواندم سیو دکتر رو میخواد دیگه. میشه این که نمیشه عزیز من دیگه. الان فشار نخور دیگه. 5 بازی با احترام خیلی فراوان. نوع بازی شما میگی دکتر نداریم تو بازی، شما آگاهی پسر؟ خیلی آگاهی، زیاد اذیت هم میکنه. متشکرم. میریم برای رأی گیری. من گفتم اگه از بین 10 4 5 مافیا نیاد بیرون،
بازیون پاک میکنم. 8 هم که بلند شد دروغ وارد بازی کرد، مافیای بعدی مونه. 5 که استعلامش مثبته. از بین از بین 10 4 8 هم 2 تا در میاد. 8 مطمئنم مافیاست، یعنی مافیا نباشه بازیون پاک میکنم. شما رو 8 که پشت 9 بازی میکردیم گفتی چرا رأی آخری کشیدی؟ 9 بازی ببین من رأی آخری کشیدم چون که اولا رأی 4 کشیدم، خب لحظه آخرم کشیدم چون گفتم بیشتر از این که تو زن مافیای من باشی 10 مافیای من. اوکی گفتم 2 نفر یهو اشتباه حالا نه اینجا 5 فعلا بره بیرون، فردا ساید من مشخص میشه. اوکی 4 میخونه مافیا. شما رو 2 فردا باید چالش بگیری، یا چالش میگیری 2 دور صحبت میکنی و یا رو تو هم هستم. شماره 4 فعلا زن مافیایی من و 10 امروز فعلا 5 بازی بره بیرون، تو فردا ساید من مشخص شه. 2 تا شهر بیرونه ها، حواستون باشه. نفر بعد. به خدا قسم تو ما گروه بازی نکردید، بازی کنید خیلی پلیر میشید. روز اول کسی بلنشید درجه میندازنش بیرون. این 6 زنه، یه حرمت زن 15 ساله 20 سال زن بغل دستم، هیچ انی نیست. گاییدین مالا. وقت میگه حرمت نگه، حرمت چی تا نگه دارم؟ تو که شعور نداری از یه بچه کمتری، حرمت نگه داشتن نداری. اونم که گفتی برای خودت، بی احترام نمیخوام میکنم بعد بگم، اونم که گفتی برای خودت. رأی بدید برم حالشه ببرم. میریم به خواب نیمروزی. متوجه شدم. شهردار بازی بیدار شه. آیا شهردار میخواد رأی گیری رو ملغا کنه؟ آیا میخواد رأی خروج به یکی از این 2 نفر بده؟ متشکرم. کدوم رو انتخاب میکنید؟ سه، دو، یک، شب می شود. جان سخت. آیا استلام وضعیت میخواد؟ متشکرم. با اعلام من 3 2 1 روز می شود. خب ترجیح میدم شماره 6 صحبت استعلامش رو بگیر. چالش شماره 9 بعد داشته باشه. شماره 5 لجبازی کردی یا یه تا اشتباه زدی. نفر بعد.
آقا اگه دکتر درست سیو داده دمش گرم، اگه هم که جان سخت رو زدن هیچی. یه دونه پدرخوانده تو بازی مونده با یه مافیای دیگه. من احتمال دادم که 2 مافیا بیرون باشن چون یک بازی یه رأی آورد. خب 2 مافیا تو بازی مونده، یه پدرخوانده، پس یه دونه هم دکتر لکته. یک بازی هم شهر بازیتونه، اینقدر تبر بازی متشکرم. نکنید. نفر بعد. مافیا بهش رأی داده دیگه. مافیا بهش رأی داده دیگه، باید بدون شهر بازی خیلی دیگه خوب، یه خدا دونه رو رأی شکر میاره. دیگه کشتی چالش هم شماره 1 میخوام بیای گیر رو من دمت گرم. میخواستم عدمت کنم پنشمون شد. یا بریز رو من که دیگه هنوز تو برای من، حالا تو ببینید صحبت شماره 6 رو بشنوید. امید خدا مثبت در اومده باشه دیگه. تارگت من همین شماره 1 دیگه. 1 برای من تارگت میشن. 8 تکلیفش مشخصه، 6 مشخص، 2 تقریبا مشخصه برام. گره بازی اگه باشه بین من و 1 و 10 و 4 و 9، ولی 1 تو هنوز برای من زن مافیه. نفر بعد. دقیقا گره میشه بین من و 4 و 10. درسته؟ پس امروز بازی من اجماع میکنی میرم. خب شهر خوندم شماره 4 با احترام میری بیرون. فردا شهر خوندم برو بیرون. اوکی؟ اینقدر روت مطمئنم. شماره 4 بازی من با 10 میای باکس میکنی. آره من خودم 10 رو در میذارم. شماره 2 چالش دوباره میگیری صحبت میکنی. نفر بعد. خب دوستان شماره 4 من روش مشکوک بودم، استعلام گرفتم، استعلامش منفی در اومده، ولی یا پدرخوانده است یا یه شهرونده که استعلامش منفی در اومده. حالا میشنوم. الان شماره 2 هم هستم. حالا دوباره امشب استعلام بگم، فقط سیو دکتر رو من باشه، یادتون ندارم. شکرم. نفر بعد. به نظر من بین شماره 1 و 10 بیاریم بالا، چون خیلی شماره 10 اصرار داشت که من از من استعلام بگیرید و خیلی رو 10 مشکوک یکم مشکوک. بین 1 و 10 بیایم دفاعیشون رو بشنویم. نفر بعد. نشد دیگه، 2 بازی نشد دیگه عزیز من، نشد. ببین 9 بازی شما میگی یه دونه پدرخوانده مونده، استلام نگاه کن، یه مافیا ساده بیرونه، 2 مافیا تو بازی عزیز من. تا پدرخواندم تو بازی باشه آدم نمیتونه کسی استفید کنه. شما همونجوری به تعجب ادامه بده. 2 بازی شما رو چه فکتی میگی 1 بازی مافیا؟ 9 بازی بلند میشه 1 سفید میکنه. چه بازیه تو رو قرآن؟ چه بازیه؟ چه سبک بازیه؟ 2 بازی امروز رأی 1 و 2 بهت میدم. 2 بازی امروز رأی 1 و 2 منو شما داری. بچرخه. متشکرم. نفر بعد. آقا یعنی از استعلام اولت خوشم اومد، اما استعلام دومت سر من سوزوند برادر. من شهرتونم، یعنی شهر خیلی مفیدی نیست، اما شهرتونم. ولی که اصطلاحاتتون رو ولش کن، ولی بین 1 2 10 این 3 تا رو با هم میاریم بالا، یکیش خروجی میاد. حالا بین این 3 تا 2 مافیا نشسته، خیالتون راحت. 1 2 10. متشکرم. نفر بعد. امروز 8 بازی به گردن من از بازی خروج پیدا میکنه. چرا؟ دیروز بلند شدم گفتم 10 بازی 2 حالت داره، یا پدرخوانده بازی که میخواد استعلام کاراگاه رو خودش بسوزونه منفی در میاد، یا میدون دکتر از بازی بیرونه و شب میخواد شیشه رو شات کنه. 8 بازی بلند شد دروغ وارد بازی کرد راجع به این، گفت تو از کجا میدونی دکتر از بازی بیرونه؟ گفتم شاید میدونه دکتر از بازی بیرونه. 8 بازی امروز به گردن من خروج پیدا میکنه. دوباره هم یه دروغ وارد بازی کرد، گفت چرا تو یکی رو سفید میکنی؟ یک بازی یه دونه رای بهش دادن، یعنی یه دونه مافیا بهش رای داده. انقدر شهروندا که چیزن به یکی رای بدن. 8 بازی امروز به گردن نفر من میره بعد. بیرون. 8 بازی. نه بازی تو گردن اندازه گردن مرغم میخوای 8 رو گردن بگیری؟ رو چه فکتی میخوای 8 رو گردن بگیری؟ تو نمیتونی 8 بازی رو گردن بگیری، اصلا زورت نمیرسه. من الان 4 بازی هم نقششو همین که تا دنبال حدودی از کنار فکت میگه نقشش رد شد. خودش یعنی 2 بازی مافیاس. امروز وای، رأی ولی 1 و امروز 2 10 و منو 2 رو داری. من گفتم باید بیاریم اصلا بالا شک دیگه. نکن. 10 و 9  2 رو بازی میاریم اگه بالا، به شهری 10 درست باز. رای خروج میدیم. 2 نفر دکتر بازی، 4 بعد. دو حالت داره، یا روانپزشک بازیه یا شهروند ساده است، که این بستگی به حرف بعدیای من داره. خب یعنی کسی که دوستان ممکن شماره 9 روانپزشک عزیز باشه یا از شهروند. کجا میدونی یه دونه شهروند ناآگاه اومده این یک رأی داده؟
یه دونه شهروند ناآگاه، یه دونه شهروندی که پشت دست مافیاست. آره از کجا میدونی؟ اگه 2 مافیا بیرون بودن پس کجا اون یکی را چرا نداد به یک؟ باز داره این دهن کاراگاه مافیاست، باز داره بود اینا دروغ وارد استعلام بازی منو میکنه. بگی گفته من با باز یه کدوم بیا شهروند چی ناآگاه هی بهش رای هم داده. گفتم من میزنی؟ شاید 2 8 و 2 مافیا. شما وای وای. چی رو دارید هم میزنی؟ دیسلاکت تو کوچه نفر 8. بعد. تو چه کاره شهرداری میگی 2 نفر رو بیاریم بالا 10 و 1 یه نفرمون میاد بالا، یا من یا 10 خروجی بازی من باشم. خوبه میشم گره، میدونم میشم گره. شماره 4 تو تنها نقشی که از تو گرفتم شماره 4 روان پزشکیه. تنها نقشی که از 2 گرفتم دکتریه. اینا رو باید به من ثابت بکنی. شماره 2 اگه این ببین دکتر پس نباشه تو 100 بازی مافیاست. میشه شماره شهروند 4 ساده فردا اگه روان بازی، پزشکی به من چاره میشه سکوت روان میدی، در پزشک غیر این دکتر، صورت هیچ دکترم که نقشی 2 نداری از بازی بازی دیگه میری تموم بیرون. شده اوکی رفت. شما شیشم امروزه کاراگاه بازی، چی 10 میخواستم و بگم 8 بازی شماره مافیا 8 بازی. هم داری چیه شماره 1 تا هم داری خراب بازی میکنی، هم داری بد بازی میکنی. از روز اول بازی کردی، مافیایی بازی کردی. شماره 1 ببین منو یا با شماره 1 بدین بالا یا با 2 ولا غیر. منو با این 2 نفر بدید، با یکیشون بدید بالا. من مافیای 1000م. میریم سراغ رای گیری. خب دوستان لفاف نقششون میگه خب خود بفهمید دیگه. شماره 1 داشت حد زد تقریبا 10 رو بدیم بیرون. میریم به خواب نیمروزی. متشکرم. ده رو نگاه تا اومد تو دفاع دیسکانکت شد. دفاعی نداره ده بازی خداحافظ. ده بازی خداحافظ. 8 بازی 2 دکتر بازی 4 روانپزشک بازی 1 بازی که بلند شده احتمال این نده این شهروند ساده است که روانپزشک گفت روانپزشکه، پس 1 بازی هم میشه شهروند ساده بازی. 8 بازی هم میشه مافیای بازی. 10 هم دیگه بر اساس نقشش. 6 هم کاراگاه دیگه. تموم شده رفت آقا دیگه. داریم واسه چی صحبت می‌کنیم؟ ما بعد الان ویدیو کات بزنیم ولی بعد یک تا آخر نگاه شب کنیم چیزا شد. می‌شود. بذار یه لحظه جان این سخت. دوره رو من گذروندم. دیوز آیا استلام وضعیت؟ استلام متشکرم. وضعیت حتما، چرا نخوام. دهه که شو بود مافیاست. دهه شو ملم. شیشه اصلا شو بود کاراگاست. شیشه اصلا شو بود کاراگاست. دو شو بود دکتر. شب اول خودشو سیف داده، خودشو سیف بوده. دو شو بود دکتره. 4 که بلند شد نقشم مهم نیست. یکی بلند شد گفت من تنها نقشی که از تو گرفتم روانپزشکی، پس یکی بازی شهروند ساده بازی. 4 روانپزشک بازی. امروز 8 بازی میره بیرون. شب کشته شب نداشتیم. 8 من زده. تپان 8 بازی پدرخوانده بازی. تموم شده رفت. خداحافظ.
آره 8 هم استعلامش رو گرفتم. شماره 8 استعلامش منفی. الان من هر چه استعلام بگیرم چون دیگه فقط یه پدرخوانده داخل بازی داریم استعلام منفی در میاد. ما باید شماره 10 هم که مافیا بود از بازی الان خارج شده و سیو دکترمون هم قشنگه یا جان سخت رو زدن که دیشب کشته نداشتیم. حالا به شرط صحبت دوستان رو میگیرم ولی اجماع کنیم دیگه. اگه امشب یه دونه پدرخوانده دیگه تو بازی داریم. نفر بعد. ببین نگاه کن یه دونه پدرخوانده تو بازی مونده. من میگم 8 بازیه، میخواید بازی کنید میخواید نکنید. یه نفر رو با 8 میانیم بالا باگ نخوره. 4 بازی روانپزشک بازی، چون اگه روانپزشک نبود اون کسی نقش اون کسی رو که بلند کرده شب سکوتش میداد دیگه. 4 بازی روانپزشک بازی، 1 بازی شهروند ساده، 2 بازی دکتر، 6 بازی نفر بعد. کاراگاه، 8 بازی هم مافیای بازیه، پدرخوانده بازی. تموم شد رفت. خب نوع بازی ای خدا. حتما باید سکوت بده. 4 بازی روانپزشک تو بازیه. اگه غیر از 4 بازی هر کس ادعا داره بلند شه 4 بازی رو جر بده. دیگه تعجب نداره که نوع بازی 8 بازی حاضر امروز فدای شهرش میشه. هیچ ترسی نداره. هیچ ترسی نداره. حاضرید بهم رأی بدید، من دوست دارم فدای شهرم بشم، هیچ ترسی ندارم از. ولی تو که انقدر حالیت نیست، تو مافیا نباشی چی نوع بازی؟ تو مافیا نباشی چی؟ از روز اولم من به تو زدم، از روز اولم تو رو دارم. بفرمایید. شکرم. نفر بعد. ببین 9 نمیخونه مافیا. میدونین چرا؟ چون هم 5 هم 10 داشتن پارش میکردن. درسته؟ 9 اینجا نمیخونه مافیا. این 4 مگه قرار نشد سکوت به من بدی؟ من تنها نقشی که از تو گرفتم روان پزشکیه. حالا ترن خودم میگم از 9 چالش بگی صحبت بکنم. اوکی؟ از 9 حتما چالش بگی. 4 اینجا میخونه مافیا. نقش مهمی. نفر بعد. چه تبریه. یکی بازی نگاه کن 4 بازی اگر روانپزشک نبود اون نقشی که تو به اون چسبوندی کس دیگه روانپزشک باشه 4 رو سکوت میده دیگه. چرا دارین اینقدر فشار میخوری؟ 8 بازی بلند میشه کسی میگه کسی که به جز 4 بازی ادعای روانپزشکی داره بلند شه پارش کنه. هیچ کی ادعای روانپزشکی نداره. تو مافیای بازی 8 بازی دیگه کم بیار برو بیرون. یکی بازی هم 2 تا نقش ما بیفایده است توی بازی. یکی شهروند ساده است، یکی روانپزشکی. 4 بلند شد من گفت من نقشم به درد نمیخوره، یکی گفت من تنها نقشی که گرفتن روانپزشکی. بس یکی بازی میشه شهروند ساده بازی، 4 میشه روانپزشک، 6 بازی کاراگاه، 2 بازی دکتر بازی، 8 بازی امروز میره بیرون. نفر بعد. تموم شده رفت. کسخورم اونا. عزت دعوا. تپانا. که بعضی دوست دارن در دهنشون بسته باشه. با من اگه نذاشتم گذاشتم تو حرف بزنی. کسی میتونه کت منو بلند کنه؟ کسی الان میتونه؟ الان خود روانپزشک استعلام گرفتی تو بازیه، کسی هست مدعی کت من بشه؟ من خود نمیخوام اطلاق نقش کنم بازی خراب شه، ولی من اصلا عقده بازی ها بلد نیستم در دهن تو ببندم. چی تو باید بلند شی خودت دفاع کنی؟ نفر بعد. این داداش اینجا میگم با سپیدی خودت چیز میکردی شو میکردی. باید به من سکوت میدادی. مگه من تارگت فورسم تو نبودی؟ باید منو ساکتم میکردی شهر رو به هم نریدم. خب اگه تو روان پزشک باشی میمونه بین 8 و 2 میگفت 2 نفر رو بیاریم بالا. درسته؟ اینجا میخونه ولی نقش دکتری هم ازش گرفتم. شماره 8 بازی میگفت رأی 1 و 2 میدم به 2 بازی. شماره 8 بازی میخونه مافیا. وضع شهر خوبه. منم میدونم گره میشم یا 8 یا من یا 2 یا 4 هر کدوم انداختیم نفر بیرون. بعد. یک بازی 4 الان علنا گفت روانپزشکم، الان باز میگی یا 8 یا من یا 4. نمیدونم به خدا. من گفتم من حاضرم فدای شهر بشم. وضع شهر خوبه، هیچ ترسی هم ندارم. وضع شهر خوبه. یه پدرخوانده مونده. من بودم شل میکردم. نفر بعد. خود 8 میگه من بودم شل میکردم. اینا چرا نمیگیرن این مافیاس؟ وای وای 8 مافیاس دیگه. بابا بکشیم بیرون بریم یه دست دیگه بازی کنیم. من این ویدیو رو برم ادیت کنم آپلود کنم بذارم دیگه. از این شوتر 8 خودش میگه من مافیا بودم دیگه شل میکردم. داره شل میکنه میگه من فدای شهر میشم. مثلا اینطور داره شهروندی میگه چیز کنه. شیشه افتضاح بازی کرد، بر اساس نقشش بازی کرد، بر نفر اساس بعد. باگ بازی کرد.
یکی خیلی خوب بازی کرد، چاره که اصلا دوی که اصلا روز تو شماره شد 8 و 1 دکتر دوباره تو بازی. اصلا کلپس میزنی ها. این دادم هشتم چهار خیلی بده بد بالا، بازی چهار کرد. بده. منو سه بالا چیکارش کنم؟ به عنوان این مافیا شهر میتونم بگم صد 5 مافایی بهتر بازی کرد. 8 دست اول زد 5 زیر از نقش. همشون من بهتر بازی ندیدم کرد. کسی هفته که نقششو بلند کنه تبر گردن بازی، بگیر بگه هفته یه چیزی. دو یه شب نقشی یک گرفته حرفه‌ای بوده دستش. منو زد. خب نو میگه. آقا مطمئنم اگه حرفه‌ای بوده بازی ها منو منم زده. میگم 1 و 8 بریم بالا جفتشون. بالاخره یکیشون تو دفاعی چیزی بگن دیگه. 1 و 8 رو بریم بالا. امید خدا بگن. میریم سراغ رای گیری. خب او دوستان دیگه من شو میگم شده من هشت فدای شهرم مافیاس، میشم، خودش هیچ داره میگه حرفی من ندارم. مافیا بودم شل رأیتونم الان میکردم. من بذار باشم، خورده کل صداش کم شهر کنم. من رأیتون من مافیا باشه. بودم شل میکردم. بعد منو اجماع باز کنید اینا بدید میگن بین بیرون. 1 و یه 8 و دونه 4 پدر اینا خانده در است. میاد. بابا دیگه اون یه 8 دونه هم شو پیدا کنید مافیاست دیگه. دیگه. یه از دونه روز مونده، یکم زیاد گرفتم نمونده، باش وضع 8 شهرم میکردم. خوبه. 5 خوب منو بازی بدین کرد. بیرون، اون یه دونه هم پیدا 6 کنید. افتضاح بازی کرد، بر من اساس باگ خودم بازی گفتم من کرد. اگه پدر هفتم که خوانده بودم افتضاح بازی شل کرد، حرفه‌ای میکردم. بوده. ببین شب منو الان زده 6 تپان. نفر تو بازیم، 5 تا شهر، یک دونه مافیا. دوست داشتید رأی خروجتون من باشم، اون یه دونه هم در میاد. بچرخ. نفر بعد. یعنی اعصاب آدم شهر طبعا خراب میکنی. یکی دیگه شوی شهرمند است، دو شوی ببین دکتره، من شیشه زن دیگه اصلی اصلا شماره اول شو 4 بود و 2 کاراگاز، بازیه. چهارم که خب روان پزشک که منم دیگه الان 9 هم بهش یه اضافه دونه شد. نقش میمونه اونم جان منو سخته. گرفت و بین بازی به من و من هشت باخت. دیگه یعنی منم دیگه 4 و 2 شو بیام هم توی کیاس 100% شهر نمیخواستم میبازی. شو بشه امروز نقشم، ولی فقط خب من دیگه نقش فروختم کامل میخوام کف دک چیز بود دیگه. کنم، 4 روان پزشک، 2 اطلاق دکتر، بکنم که بعد کسی 6 نقش منو کاراگاه، یک بلند نکنه. ببین شهروند ساده شماره میمون 4 بین شهر دار 8 و بیرون بود، 3 تا نقش من که مزخرف داری. 8 دیگه اون شو بود یکیشون منم، اون مافیاست. یکیشون هم تو میشی. درسته؟ پس امروز منو بندازیم امروز بیرون که که برای میدم اطلاق 8 بره کردم. بیرون. یکم الان بلند شده داره میگه من شهروند دیگه بین سادم. 8 و 2 خودتون تصمیم بگیرید. امروز 8 میره بیرون و بازی تموم میشه. میریم به خواب نیمروزی. من خودم مافیا بودم شل میکنم دیگه، داره شلم میکنه. بعد امروز 8 میره بیرون، بازی سریع تموم میشه، بریم پی کارش. اسکلمون کردن شهروندا. این از شیشه که بلند شد روز یک اطلاق کرد. پنجه میتونستم بگم مثلا میتونست بزن زیر کت شیشه بگه من کاراگاهم، ولی اون روز یک بلند شد گفت شب سیوش ندید مافیا بزنتش، یعنی کدوم این انتخاب میکنی؟ کاراگاهه، این شهرونده. خودش شو کردم اونجا، من بیشتر اونجا مشکوک شدم. سرگیجه بازی تموم شد دیگه. سرگیجه میخواد بذاری رو کی؟ سری بذار رو یکی، سری بازی رو تموم کنیم بریم. من خسته شدم. بلکه این بازی به من فشار داد. بابا تمومش کن دیگه. من 50 دقیقه از وقت گذاشتم. بزن سری این چیز سرگیجه رو بذار روی یکی، بریم سری بازی بعدی. من لفت بدم باگ میخونیم. شب‌های باگ اسمش هست، شب‌های مافیا اسمش نیست. سکامو بهم نمیده، خوابم بهم نمیده. بذار سری داری کر میریزه این هشتم. شو منلم بزن اونو نامصب بزن. من برم بازی بعدی. بازیکن از فرصت کارت که داخل استفاده نکرد. شهرونده هم بردن. بیا 3 حرفی بود. 3 دیگه چه چیز خوری بوده نامزن. بذار بنویسم 8. خودش داره میگه من مافیا بودم شل میکردم.
امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید چت رو بذارم به صورت شورت حتما تو کامنت ها بگید چت های بازی آخر بذارم.